تا به حال کسی با من در تدوین این 17 ماده انقلاب شریک نبود و هرچی آمده از فرماندهی به پایین صادر شد. ولی من که ابدی نیستم و برای تأمین مطمئن آینده مملکت سازمان‌های ما باید داشته باشیم که ثمره انقلاب ایران، ثمره کارهایی که در این چند سال انجام شده، ای را نه فقط تثبیت و نگهداری بکنه بلکه ریشه دارتر و عمیق‌تر انجام بدهد. به اندازه کافی گفته نمیشه در ایران که چه اتفاقاتی و چه جریاناتی هر روز هست. خیلی به نظر طبیعی و عادی میاد. امروز میگن فلان کارخانه اونجا ایجاد شده، حالا کارخانه مثلا 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. مثل این که مثلا 4 تا آجیل در یک دکون آجیل فروشی درست شده و عرضه شده.